هموطنی عزیز، نتیجه گرین کارت رو انتظارید؟ میخواهید گرین کارت برد کنید و به امریکا بیایید؟ اگر خدا خواسته باشد حتما گرین کارت رو محض شما برد میکنید و حتما به امریکا میبیایید. طوری میگویند همه چی در دست خدا و رزق و نصیبه، اما خدا میگوید که شما باید حتما کوشش کنید تا به آرزوهای خود برسید. خب همگی چند ساعت بعد نتیجه گرین کارت سال 2026 معلوم می شود که این 3 می سال 2025 ساعت 12 نصف روزی به وقت امریکا خواهد بود. در تاجیکستان این وقت ساعت 9 بیگاه روزی شنبه می شود. سنجیدن نتیجه لاتاری گرین کارت سال 2026 که برای آن آدمان تیر ماه سال 2024 عریضه سپرده بودند مرکب نیست، خیلی آسان است. من در این ویدیو قدم به قدم چطور سنجیدن آن نشان میدهم تا اینکه شما پیش هر کس گردن کج نکنید و مستقلانه خودتان نتیجه گرین کارت را سنجید. ضمناً اگر میخواهید ساکنی امریکا شوید، اگر میخواهید در امریکا زندگی کنید، از حالا باید آماده شوید که همه کارهایتان باید خودتان کنید، چون که بیوروکراسی در امریکا خیلی زیاد است و هر یک شخص باید سندهای گوناگون و حجت‌نگاری‌های گوناگون اجرا کند و اگر خودتان میکنید مبلغ‌های زیاد را صرف خواهید کرد. پس رفتیم. خب به اینترنت وارد میشویم. با گوگل کروم من حالا وارد شدم. شما میتوانید به هر براوزری که دارید وارد شوید. باید سامانه US Department of State dvprogram.state.gov رو پیدا کنید. Electronic Diversity Visa Program نام دارد. من امین. اگر شبهه کنید که مبادا همین سامانه رو نادرست می نویسید، اینا مشکل نیست. در گوگل نویسید DV Lottery 2026 یعنی DV Lottery 2026. گوگل همین سامانه رو برای شما پیدا کرده می دهد. خب بیاید به این ناخن میزنیم. خب ما با سامانه رسمی Electronic Diversity Visa Program وارد شدیم. گفته می شود نتیجه لاتاریه تنها توسط همین سامانه رسمی سنجیده می شود. State Department یعنی حکومت امریکا برای شما نتیجه گرین کارت رو توسط مکتوب، توسط پست الکترونی، توسط پیامک های تلفنی ارسال نمی کند. خودتون نتیجهش همینجا معین میکنید. مکتوبش اگر که بر گذشته باشد مکتوبش از اینجا میگیرید و از پسی حجت هایتون میشوید. خب من اینجا گفته است که در همین سامانه که کی میتوانید نتیجه گرین کارت دیوی 2026 سنجید. گفته است که برای گرین کارت دیوی 2026 شما 2 اکتبر سال 2024 تا 7 نوامبر سال 2024 عریضه پر کرده بودید. خب در اینجا روزش گفته شده است که آن 3 می 2025 معین می شود ساعت 12 نصف روزی به وقت امریکا که در تاجیکستان آن وقت ساعت 9 بیگاه می شود. بینید در قسمت کبود، در تکمچه کبود چک استاتوس نوشته شده است. به همین چک استاتوس ناخن میزنیم. ما باز به یک صفحه دیگر وارد شدیم که خوش آمدید گفته شما دعوت میکند. در اینجا هم شرح میدهد که کدام اپلیکیشن رو کی دیدن ممکن است، یعنی کدام عریضه رو کی دیدن ممکن است و برای سنجیدن نتیجه لاتاری خود برای شما چی لازم است. confirmation number یعنی رقم تصدیق شده ای که بعد از فرستادن عریضه گرین کارت برایتان داده بودند یا اینکه برنامه به شما پیشنهاد کرده بود، نسب یعنی فامیلیا و سال تولد. خب ما کانتینیو رو زیر میکنیم. اکنون به صفحه اصلی وارد شدیم. در قدم اول رقم تصدیق شده عریضه یا اینکه confirmation number نوشته می شود. پورا اینجا می نویسید. در قدم دوم نسبتون رو می نویسید. کوشش کنید که رمز رو خطا نکنید و نسبتون رو هم خطا ننویسید. یک حرفش هم باید خطا نشود. در رمز یک رقم هم خطا نشود. در قدم سوم سال تولدتون می نویسید. در قدم چهارم باشد برنامه می خواهد سنجد که آیا شما بات یا ربات هستید یا آدمی زنده. برای همین هر دفعه رمز نو رو پیشنهاد می کند و همین رمز نو رو در قسمت چهارم می نویسید.
وقتی که همه این رو نوشتید سابمیت رو زیر میکنید. من سابمیت تکمچه اولش سابمیت رو زیر میکنید و برنامه نتیجه گرین کارتتون را نشان میدهد که انتخاب شدید یا اینکه انتخاب نشدید. اگر انتخاب نشده باشد not selected می نویسد. اگر انتخاب شده باشد شما تبریک میکند و برای شما یک مکتوب کلانی رسمی پیشنهاد می شود. چی باید کرد اگر رقم تصدیق شده را فراموش کردید؟ اینا مشکل نیست، با همین forgot confirmation number وارد می شویم. انا در قدم یکم انتخاب میکنید سال 2026 رو. بعدا در قدم دوم نسبتون می نویسید، نامتون می نویسید. اگر نامی سیومتون نوشته شده باشد نامی سیومتون می نویسید. عادتا تاجیکا نامی سیومشون نمی نویسند، تنها فامیلیا، نسب و نامشون می نویسند. قدم سیوم باشد ماه، روز و سال تولدتون می نویسید. در قدم چهارم ایمیل رو می نویسید، همون ایمیلی که در عریضه استفاده شده بود. در قدم پنجم باشد اگر همون رمزی سنجشی رو نوشته می کنید و بعد سابمیت رو زیر می کنید. برنامه کوشش می کند نتیجه گرین کارتتون معین کرده به شما نشان دهد. خب تا پگاه برایتان موفقیت آرزو می کنم. خداوند بخت برای هر یک شما بخندد.